اختلال خواب شرایطی است که روی کیفیت خواب تاثیر کرده و چرخش خواب انسان را بر هم می‌زنه. دوستان سلام، امروز می‌خوایم روی خواب و اختلالات خواب در انسان‌ها صحبت بکنیم. خود خواب فرایندی هست که به طور منظم یا نامنظم در طول شبانه روز 24 ساعت در انسان به طور طبیعی اتفاق میفته. اما شرایط‌های مختلف را میتونه داشته باشه که انسان در طول 24 ساعت با تایم‌های مختلف نظر به سن سال باید خواب داشته باشه. انسان‌ها در دوران کودکی یعنی نوزاد در طول 24 ساعت نیاز به 17 ساعت خواب داره. کودک تا نوجوانی که میرسد 9 ساعت خواب ضرورت، 12 ساعت تا 9 ساعت خواب ضرورت داره. در سن بلوغیت و جوانی و بالاخره تا سنهای بزرگتر انسان سالم نیاز به 7 تا 8 ساعت خواب داره. دوباره به کهولت که میرسه انسان دوباره به 12 ساعت خواب ولی با وقفه های متعدد نیاز داره. در صورتی که این نیازها مرفوع نشه چی میشه؟ انسان با اختلال خواب مواجه میشه. اختلال خواب وقتی به انسان اتفاق میفته چی میشه؟ انسان دچار مشکلات میشه. از کدام ناحیه مشکلات مواجه میشه؟ مشکلات روانی برای انسان ایجاد میشه. خب اختلال خواب ممکن هست یک روز با فرد با اختلال مواجه شوه، این جبران ازی در حد 2 الی 3 روز هم نمیتونه که تلافی بکنه بیخوابی. اما اگر همیشه با اختلال خواب مواجه باشین دچار مشکلات روانی، فشارهای روانی مثل افسردگی، استرس، آلزایمر یا پیری مغز، همچنان اختلالات هورمونی که حتی هورمون‌های بدن رشدش چی میشه؟ بطی میشه و کاهش میافته. حالا اختلالات خواب کدام نوع اختلالات هست؟ اختلالات خواب مثلا در خواب پرش کردن از خواب، خورخور زدن در خواب، خواب گردشی، فلج خواب، همچنان کابوس دیدن در خواب، اراس‌های شبانه یا انواع مختلف دیگه که مثل شب ادراری و تجربه‌های نادرست مکرر خواب میتونه که در جمله اختلالات خواب در فرد بیاید که فرد اگر این چیزها را داشته باشه ممکن است که اختلالات خواب داشته باشه. دو نوع اختلال خواب وجود داره. یکی اختلال خواب با حرکت سریع چشم و اختلال خواب بدون حرکت سریع چشم. اختلال خواب با حرکت سریع چشم در این حالت مغز فعال هست و بدن استراحت هست. هر چیزی که میشه و میبینین در حالتی که است شما میشنوین، میفهمین، حس میکنین، درک میکنین، اما چی میشه؟ شما از جایتون بلند شده نمیتونین و خیلی براتون سخت و نگران کننده تمام میشه. حرکت سریع با بدون حرکت سریع چشم در این حالت تمام بدن فعال هست اما چشم خواب هست. در این حالت فرد برای رفتن شروع میکنه، از جای خود میخزه، حتی ببینی که از چند منزل به پایان افتاده تا وقتی که مفته وضو زمان بیدار میشه که اینها مشکلات اختلالات خواب است که در فرد ایجاد میشه. بس اختلال خواب دیدن، وقتی ما میگیم خواب میبینیم درست است، اصلا خواب دیدن اونمو کابوس هایی هست که شما میبینید. در چه وقت ما خواب میبینیم؟ ذهن ما وقتی که فعال میباشه چون حرکت سریع چشم هست، وقتی ذهن شما فعال میباشه انسان بعد از هر 2 ساعت خواب یک بار چی میشه؟ ذهنش فعال میشه برای 1 الی 2 دقیقه که ما ممکن هست او را به یاد نداشته باشیم. اما اگر با مشکلات روانی ما مواجه باشیم، با فشارهای روانی مواجه باشیم، او زمان چی میکنیم؟ اونمو حالت را به یاد ما میمونه، دوباره خواب ما نمیبره. اکثریت کسان مشکل از این دارن، از این ناحیه دارن که خوابشون نمیبره. چرا خوابشون نمیبره؟ چون ذهن نارام داره. 2 ساعت خواب میکنن بعد 2 ساعت بیدار میشن، چون ذهن قانونش هست که بعد از هر 2 ساعت بیدار میشه. و زمان ما خواب میبینیم که ذهن ما در حال فعال شدن باشه. اما لحظه که ما فعال میشه ذهن ما، مثلا اکثرا شما دیده باشین میگن خواب دیدم در آخرش چی شد؟ یک دفعه بیدار شدم. چی است؟ ذهن شما در حال فعالیت هست. اون لحظه ممکن است جسم شما فعال نباشه ولی ذهن شما فعالیت هست. وقتی ما از همون میزان خواب ما، مقدارش که مثلا پیشتر گفتیم چند ساعت باید خواب بکنیم، کم شوه خواب ما چی میشه؟ خواب آلودگی در ما ایجاد میشه، ناراحتی ایجاد میشه و فشارهای روحی و روانی بر ما فوق العاده ایجاد میشه. دلیلی که ما خواب ما نادرست میباشه چی است؟ ممکن هست که مکان ما نامناسب باشه، ممکن هست که محیط که ما در اونجا استراحت میکنیم نامناسب باشه، پرخوری داشته باشیم، بیماری ها داشته باشیم، اضطرابات افسردگی ها داشته باشیم، نگرانی و ناراحتی ها داشته باشیم، مشکلات روزانه داشته باشیم و افکار روی مشکلات روزانه داشته باشیم. همچنان وضعیت صحی ما مناسب نباشه.
و محیطی که ما خواب میکنیم پر سر و صدا باشه، گرما و سرمای اتاق مناسب نباشه، ما همچنان استرس شغلی داشته باشیم. ببینید ما کار میکنیم، کار باید به حد بکنیم که بالای ذهن ما و روان ما فشار شدید ایجاد نکنه. ما کار میکنیم که باید آرامش برای خود و خانواده خود ایجاد بکنیم. هر قدر استرس شغلی داشته باشیم، حالا استرس های شغلی ممکن است از طرف کارفرماها برای ما ایجاد شود، از طرف دیگران ایجاد شود، ولی ما کار میکنیم به شکلی که برای خود، برای خانواده خود راحتی رو داشته باشیم. اگر مشکل داشته باشیم و مشکل ایجاد بکنیم، خواب ما هم بر هم میخوره. کسی که دیابت داشته باشه، مشکلات دوامدار داشته باشه، مشکلات خانوادگی داشته باشه، افسردگی ها داشته باشه، وظایف بی‌موقع داشته باشه، مثلا بعضی هستن شبکاری میکنن، تایم خواب انسان بعد از 8 بجه 8 شب تا 10 شب امواج الکترومغناطیس در فضا پرتاب میشه که روی انسان، روی کیفیت خواب انسان تاثیر میکنه، که در اون زمان اگر خواب بکنین میتونین که خواب پرکیفیت داشته باشین و خوابتان پوره شب. اگر از 10 بجه شب تیر میشه، 9:30 الی 10 بجه شب تیر میشه، شما چی میشه؟ میزان خوابتان، کیفیت خوابتان بر هم میخوره. فردایی که بیدار میشین بی خواب و نارام خواب هستین. پس اینها هر کدامش در اختلالات خواب ربط داره. خیزش از خواب، حرکت کردن در خواب، خور و پف زدن در خواب، صحبت کردن در خواب، جویدن دندان ها در خواب، هر آن عمل کرده که شما میدونین، اینها چی هستن؟ اختلالات خواب یاد میشن. اختلالات خواب دلایلش گفتیم، مشکلات روانی، افسردگی ها، استرس ها، نگرانی ها، جنجال های خانوادگی، محیط ناسالم، فشارهای شغلی، فشارهای وظیفه‌ای، هر کدام از اینا میتونه که تاثیرگذار باشه. پس شما وقتی میخواین که خوابتان درست باشه، درمانش بکنین، چی کارها براتون پیشنهاد میکنم؟ اول باید عضلاتتان رو ریلکس بسازین. پیش از اینکه خواب میکنین، با محیط خواب وقتی میرین، آنچنان خودتان راحت داشته باشین که بگوین ما میخوایم که خواب بکنم، و مسیر خوابتان را، محیط خوابتان را، جایی که خواب میکنین منظم بکنین. اگر با بالشت بلندتر راحت هستین، کوشش بکنین بالشت بلند داشته باشین. اگر بالشتتان پخشتر باشه، خودتان کنترل تان میتونین که با کدام حالت، ولی هر قدر بالشت سرتان نرم باشه، راحت باشه، میتونه که کیفیت خوابتان را خوبتر و بهتر بکنین. کوشش بکنین که پیش از خواب رفتن غذاهای سنگین استفاده نکنین تا اینکه خواب راحت داشته باشین. هر قدر غذای سنگین استفاده بکنین، کیفیت خوابتان بر هم میخوره، چون معده فعالیتش در گردش میاد و نمیمونه که شما آرامش و کنترل داشته باشین. استفاده از قهوه و شیرینی باب بکنین که بتونه کمبودی هایی که از طریق گلوکوز و سکروز میشن، شما باید رو پوره بکنین. از طریق شیرینی ها و قهوه باب میتونین استفاده بکنین. شما وقتی که بیش از حد استفاده از تلویزیون و کامپیوتر و موبایل و این مسائل میکنین، روی غده اپوفیزتان تاثیر میکنه و غده اپوفیزتان را برهم و دیگرگون میکنه، فعالیتش را کم میکنه و عدم فعالیت هورمون ها هم باعث میشه که اختلال خواب در فرد پیدا شود. به خاطر از اینکه بخواین خوابتان منظم شود، پس استفاده از موبایل، تلویزیون، وسایل الکترونیکی را یک مقدار کمتر بکنین. همچنان کوشش بکنین که افکار منفی را از خود دور بکنین. هر قدر با انسان افکار منفی زیاد باشه، اما قدر خواب انسان بر هم میخوره. ما در طول روز 18,000 فکر منفی در ذهن ما میتونه خطور بکنه. چند فکر؟ 18,000 فکر منفی. اما هر کدام از این ما میتونیم دفع کرده بریم، افکار منفی را از خود دور بکنیم. اگر ما هم 18,000 فکر منفی را، یعنی ذهن ما گنجایش 18,000 فکر منفی را در 24 ساعت داره، اگر ما بتونیم این را دور کرده بریم، پاک کرده بریم، میتونیم که کنترل بالای خود داشته باشیم. همچنین ما وقتی خواب میکنین، دمای اتاق را و نور اتاقتان را همچنان کنترل داشته باشین. در هر وقتی که خواب میکنین، کوشش بکنین که بخواین که به خواب برین. یک تکتیک ساده را هم بر شما ما بیان میکنم که کوشش بکنین از این تکتیک اگر هیچ خوابتون نبرد استفاده بکنین که خواب راحت داشته باشین و سرتون خواب بیاره. تکتیک به نام 4 7 8 است. 4 7 و 8. درست؟ این تکتیک چی رقم کمک میکنه بر شما؟ شما 4 ثانیه از طریق بینی نفس میگیرین، نفس گرفتین، درست؟ بعد از یک 4 ثانیه نفس گرفتین، 7 ثانیه نفستان حبس میکنین. 7 ثانیه. بعد 7 ثانیه که نفستان را حبس کردین، بر 8 ثانیه نفستان را آزاد میکنین. بگونی متواتر برای 8 ثانیه نفستان آزاد میکنین. این تمرین را بار بار بکنین، ببینین که چقدر خواب بالای شما میایه و میتونین که راحت استراحت بکنین و خواب بکنین. پس با امید از این که
خواب پرکیفیت داشته باشین، بدون اختلال باشه خوابتان. و اگر گردش در خواب دارین، اگر دندان جویدن در خواب دارین، اگر حرکات ناموزونی که خوابتان را بر هم زده و کیفیت خوابتان را دگرگون کرده اونها را دارین، میتونین که به شماره واتساپ ما که اینجا نوشته هست یا در زیر امی پست کامنتتان را بگذارین که مشوره های روانی را به گونی مستقیم با شما داشته باشیم. تشکر از همراهیتان.